سلام بچه ها، امیدوارم خوب باشید. تو این ویدیو قرار اتفاقای مهم چپتر 1092 و 1093 مانگای وان پیس رو بررسی کنیم. پس حتما تا آخر این ویدیو رو تماشا کنید. اولین اتفاق مهم حمله کوما شیچیبوکای سابق به ماریجو است. او اونجا با ادمیرال آکاینو درگیر میشه و از دستش فرار میکنه. ولی سوالی که همه ما داریم اینه که اون اونجا چیکار میکرده و اصلا کجا میخواد بره. همونطور که میدونیم اون از یه نژاد خاصه و احتمال اینکه از یه نژاد باستانی باشه خیلی زیاده. اولین حدس اینه که اون به ملاقات ایمو بره. ایمو هم کسیه که مال دوران باستانه و احتمال اینکه بین این دو نفر رابطه‌ای باشه وجود داره. یه حدس دیگه اینه که اون به دیدن پنج ارشد بره که اینم آخر سر به ایمو ختم میشه و به اون ارتباط داره. تو ادامه این چپتر لوفی و کیزارو به درگیریشون ادامه میدن. تو این درگیری لوفی به حالت گیگان تبدیل میشه و کیزارو با دستاش میگیره و در آخر چپتر هم رباطی که متعلق به ملت باستانی بیدار میشه. همه حدس میزنن که این رباط ارتباطی با میوه شیطانی لوفی داره، ولی من فکر میکنم این بیشتر به کوما ربط داشته باشه، چون این رباط چند سال پیش همون کاری کرد که کوما الان انجام داد و از ماریجوا بالا رفت و اتفاقی که برای کوما تو ماریجوا تو این چپتر افتاده یه روز پیش بوده و احتمال خیلی زیادی هست که اون تو چپترهای آینده به اگهد بیاد. اتفاقای مهم دیگه این دوتا چپتر اینه که درگیری کیزارو و لوفی هنوز ادامه داره و اینجا کیزارو از تکنیکای جدیدی استفاده میکنه که قبلا ندیدیم. زورو رو هم میبینیم که تو حالت سه شمشیره با حالت بیداری میوه لوچی میجنگه. راجع به این چیزا تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم و دیگه خستتون نمیکنم. اگه میخواید بیشتر بدونید ویدیوهای تحلیل چپتر 1090 و 1091 رو تماشا کنید. یه اتفاق مهم دیگه اینه که اطلس یکی از وگاپانکا به همه پاشیفیستاها دستور میده که تک تک نیروهای دریایی داخل جزیره رو نابود کنن، ولی اون نمیدونه که یکی از پنج ارشد همراه کشتی هاست و اون از لحاظ اولویت به وگاپانک برتری داره و میتونه با یه دستور همه چیزو عوض کنه. میرسیم به معرفی انیمه امروز. انیمه‌ای که بهتون معرفی میکنم انیمه کد گیاس هستش. قسمت‌های زیادی نداره و یه جورایی آدمو یاد انیمه دفترچه مرگ میندازه. واقعا انیمه‌ای که نباید از دستش بدید و حتما باید اونو ببینید. من خودم تازه الان فصل 1 رو تموم کردم و دارم فصل 2 رو تماشا میکنم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه اومده لایک و کامنت فراموش نشه. یادتون هم نره این کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی من مطلع بشید. من هر هفته ویدیوهای راجع به انیمه های معروف آپلود میکنم.